I now have the honor to invite His Excellency Mr. Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. You have the floor. محترم رئیس، همکاران عزیز، خانم‌ها و جنابان، در آغاز می‌خواستم برابر گروه ما هیئت محترم زامبیا سپاس خود را برای تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و راهبری در پیشبرد منفعت‌های کشورهای رو به انکشاف محصور در خشکی اظهار نمایم. ملاقات امروزه گروه با قبول روزنامه نوی رشد استوار راست آمد که فوق‌العاده مهم است. البته موجود نبودن امکانات دسترسی حدودی به بحر برای کشورهای رو به انکشاف محصور در خشکی جهت رشد استوار دشواری‌های دائمی ایجاد می‌نماید و آن در راه همگرایی میانبرده کشورهای ما با اقتصاد جهانی مانع اساسی می‌گردد. تاجیکستان کاملا جانبدار قرار و توصیه‌های برنامه عمل وینا برای کشورهای رو به انکشاف محصور در خشکی در سالهای 2014-2024 میباشد. اطمینان داریم که موقع عمومی دایر به نقشه عملی 10 ساله با 6 منطقه افضلیتناک آن که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل قبول گشته است، جهت تغییر ساختار اقتصادیات و انفراستراکچور ما اینچنین برای پیشبرد همکاری و همگرایی منطقوی سهم خواهد گذاشت. از دوره قبول برنامه عملی الماتا آغاز کرده تاجیکستان به پیشبرد تجارت منطقوی توجه خاص ظاهر می‌نمود و در راه انکشاف شبکه نقلیاتی و مناسبت خود مخصوص به اقدارهای ترانزیتی و کمونیکاسیونی به پیشروی نظررس نائل گردید. با مقصد ساده‌گردانی قاعده‌های گمرکی و مقررات آن فعالیت نظامی روزانه یگانه برآورده مانده شد و شرطنامه اپاستل تصدیق کرده شد. ما اینچنین جهت جلب سرمایه‌گذاران و اجرای برنامه ملی پیشبرد تجارت و حمل و نقل 4 منطقه آزاد اقتصادی فعال را تأسیس دادیم. گذشته از این تاجیکستان یک قطار چاره‌بینی‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله ملاقات دهم کمیسیون بین‌الحکومتی دالان نقلیاتی بین‌المللی اروپا، کافکاز، آسیا، تراسیکا، کنفرانس بین‌المللی سطح عالی آید به رشد اقتدار ترانزیتی آسیای مرکزی برای دوره تا سال 2023، فورم یکم سرمایه‌گذاری دایر به تطبیق نقشه عملی سازمان همکاری اسلامی آید به همکاری با کشورهای آسیای مرکزی را میزبانی کرد. چاره‌بینی‌های مذکور با بنیاد محیط مساعد برای ترانزیت، بهتر نمودن امنیت نقلیات، حفظ محیط زیست، تطبیق سیاست تعرفی تغییر یابنده و پیشبرد تجارت نگرانیده شده بودند. گفت و شنید نمایندگان تاجیکستان، افغانستان و پاکستان دایر به سازشنامه سه جانبه تجارت ترانزیتی با مرحله نهایی نزدیک می‌گردد. خانم‌ها و جنابان، با وجود پیشروی نظررس کشورهای رو به انکشاف محصور در خشکی با مشکلات گوناگون جنبه روبرو می‌شوند که بر رشد درازمدت آنها خلل وارد می‌نمایند. کمبزاعتی و نابرابری، اقتدارهای غیر متناسب صنعتی، انفراستراکچور ضعیف، حصه زیادی اشیاء خام در صادرات، تأمین ناکفایی اهالی با قوه برق و با کار پوره تأمین نبودن جوانان همچون مشکلات کلیدی کشورهای رو به انکشاف محصور در خشکی باقی می‌ماند. غیر از این رشد استوار این کشورها را عاقبت‌های تغییرات اقلیم و آفت‌های طبیعی از جمله بیابانشوی و تنزل زمین، اینچنین آبشوی پیریخ‌ها ضعیف می‌گردانند. برای مثال هر سال در تاجیکستان آفت‌های طبیعی وابسته به آب سبب خسارات عظیم اقتصادی و اجتماعی می‌گردند. جناب رئیس، هر یک دشواری با امکانات نوی همراه است. مشکلات کنونی ما کشور را مجبور ساخته است که توسط وسیله‌های الترناتیوی نیرو و توان خود را به سمت‌های استراتژی، تأمین امنیت انرژتیکی و آذوقه‌واری و رهایی از بنبست کمونیکاسیونی روانه سازد. رشد ساحه‌های افضلیتناک از جمله بخش‌های نقلیات و انرژتیک در تاجیکستان می‌تواند به تمام اقتصادیات تأثیر گوناگون جنبه داشته باشد. رشد همگرانه اقتدار انرژتیک و دیگر نمودهای انرژی امکان می‌دهد که
نه تنها ثمراناکی نظام انرژتیکی استوار گردد و بالا رود، بلکه مقدار پرتوهای ضررناکی از عامل‌های اساسی حل مشکلات در روند تغییریابی اقلیم میباشند کم کرده شود. تاجیکستان اقتدار انرژتیکی خود را در زمینه با اعتماد و برنامه ریزی شده رشد همگرایانه انرژی تجدید شونده تشکل می‌دهد. علاوه بر این، روند ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه، بنیاد نیروگاه‌های کلان در اساس لایحه‌های دارای خصوصیت منطقوی گسترش یافته. امکانات استفاده انرژی آفتاب و باد نیز مورد تطبیق قرار گرفته‌اند. لازم به یادآوری است که همه این لایحه‌ها با در نظر داشت جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی رشد استوار انرژی معاصر به طور شفاف عملی می‌گردند. بنیاد نیروگاه‌ها و خطهای انتقال برق جهت تأمین رشد استوار و بالا بردن سطح زندگی نه فقط مردم تاجیکستان بلکه تمام منطقه مساعدت می‌نماید. در این راستا ساختمان پل انرژتیکی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی کسا هزار که با افزایش صادرات نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان و بازارهای نیازمند انرژتیکی افغانستان و پاکستان مساعدت می‌نماید، مقام مخصوص کسب می‌کند. شبهه‌ای نیست که تطبیق این لایحه چون محرک رشد تجارت خدمت کرده، تولید محصولات صنعتی و تأمین امنیت انرژتیکی را در هر دو منطقه اجرا خواهد کرد. محترم رئیس، در فرجام میخواهم تاکید نمایم که با در نظر داشت مشکلات ذکر شده، کشورهای رو به انکشاف محصول در خشکی برای موفقانه عملی نمودن برنامه نوی رشد استوار هنوز هم به پشتیبانی قوی بین المللی نیاز دارند. اطمینان کامل داریم که سازمان ملل میتواند و باید نقش پیشبرنده و هم آهنگساز خویش را در امر رسانیدن کمک‌های تکنیکی و مالیوی به کشورهای رو به انکشاف محصول در خشکی ادامه دهد.